بفرمایید. راز قرمه سبزی خوب و مزه‌دار و خوشرنگ و رو و لعابدار. های سلام به همه شما نازنینایی که الان دارین این برنامه رو تماشا میکنید. امیدوارم هر جای دنیا که هستین جون و صحت و سلامت باشین و حال دلتان خوب باشه. خوش آمدین به یک ولاگ دیگه از چنل پیور چارم. امروز میخوایم قرمه سبزی آماده کنیم. غذایی که خیلی مطمئنا دوستش دارن، غذایی که درست کردنش بسیار آسان است، اما نتیجه‌ای که در آخر میخوای بگیری گاهی وقتها اون چیزی که میخوای نیست، چون یک قلقایی داره، یک فتوفنایی داره که خب شاید هر کسی انجامش نده و هر کسی به طریقه خودش میپزه این غذا رو. من به طریقه خودم امیدوارم که جوری که من میپزم مورد پسند شما واقع بشه. من قرمه سبزی را باور کنید وقتی که آمادهش کردم، برای هر کسی که آمادهش کردم از من پرسیده که چطور آمادهش کردی. یعنی بسیار مزه‌دار شده، جا افتاده، رنگ و رویش خوبش شده. امروز من میخوام تمام رازهای قرمه سبزی خودم برای شما بگویم. امیدوارم که تا آخر برنامه با ما همراه باشید. و از قبل پیش به خاطر صدای عذرخواهی میکنم، من یکم سرما خوردم، پس بابت صدای معذرت میخوایم پیش. و چند تا نکته رو من اول از همه براتون بگم که لوبیایی که استفاده میکنید، لوبیایتان حتما شب قبلش خیس کنید و آبش عوض کنید. ببینید لوبیا رو از قبل خیس کردم، ببینید که باز شده و لیموی خشک داریم. لیموی خشک هر چقدر که خودتون دوست دارید برید. اگر میخواید ترش شود لیمو خشکش باید بیشتر شود، اگر زیاد ترش دوست ندارین خب مقدارش باید کمتر باشه. من خودم دوست دارم که یه خورده ترش باشه قرمه سبزی، به خاطر همین لیموش یه خورده بیشتر است. مثلا من 5 تا توش میریزم. و سبزی قرمه‌ای که من استفاده میکنم، من این استفاده میکنم، درست دیدم میشه فکر کنم. من این استفاده میکنم، از دکان ایرانیا میتونید پیداش کنید، شاید دکان افغان هم داشته باشه، نمیدونم. من از دکان ایرانیا گرفتم. من برای خودمان که 2.5 نفر دختر من خورده است، اون با شوهرم و 2.5 نفر هستیم، من نصف از این استفاده میکنم. کلش استفاده نمیکنم و مابقیش هم میذارم داخل فریزر و دفعه بعد استفاده میکنم. تمام چیزهایی که مورد نیاز برای آماده کردنش همینا بود و گوشتی که استفاده میکنید، گوشت بستگی به خودتون داره که چون گوشتی داخلش میریزید، میتونه گوشت گوساله باشه یا گوشت گوسفند باشه. من خواهد گوشت گوسفند دارم. و اینکه اگر توی قرمه سبزیتان قلم یا استخوان بندازین، استخوان همی گوشت گوساله یا گوسفندتان رو بندازین، مزهش واقعا عوض میشه، خیلی 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 مزه‌دارتر میشه. اما من متاسفانه امروز ندارم و فقط از گوشت تنها استفاده میکنم، استخوان نداره گوشت من. و بریم که با هم دیگه آمادهش کنیم.
عزیزای دل، قرمه سبزی ما آماده شد. امیدوارم که از تک تک مراحل پختن قرمه سبزی لذت برده باشین. تنها راز قرمه سبزی خوب و مزه‌دار و خوشرنگ و رو و لعابدار هیچ چیزی جز صبر نیست. قرمه سبزی غذایی نیست که شما بتونید در 1 ساعت یا 2 ساعت آمادهش کنید. زمان بسیار زیاد میبره. طرز پختش، آماده کردنش خیلی راحت است و تنها نکتهش همین صبر است که باید بذارید چندین ساعت روی حرارت کم بپزه و هیچ راز دیگه ای نداره، هیچ قلق خاص دیگه ای نداره، هیچ فوت و فن دیگه ای نداره. به راحت ترین روش، ساده ترین روش پخته میشه، به شرطی که فقط شما صبور باشین. خودتان دیدین که بعد از تقریبا میرم میتونم بهتون بگم 5.5 الی 6 ساعت روی گاز بود، اما همون 4-5 ساعت هم کفایت میکنه. 5 ساعت بهترینش است، 5 ساعت هم کفایت میکنه و قرمه سبزی خیلی خوبی خواهید داشت. امتحانش کنید. من الان دارم 1 تا امتحانش کنیم ببینم که چطور آمده. خیلی گوش نخورم. بذاریم یک لقمه فقط 1 قاشق برای خود بکشم که برای شما امتحانش کنم که چطور آمده. بفرمایید. امتحان بخورم. یعنی قرمه سبزی غذایی است که بویش کل خانه رو برمیداره. همین که وقتی گشنه باشی بیای خانه دروازه رو که باز کنی، خانه بوی قرمه سبزی بده، یعنی هوش از سرت میره دیگه. یعنی دلتان میشه که تا صبح فقط همین غذا رو بخورین. خیلی مزه‌دار آمده، خیلی خیلی. 1 تا دوغم بخورم. این دوغش چطور آمده؟ کم میخورم فعلا چون میخوایم که با خانواده هم روی شوهر ما و دخترم شام بخوریم. پس من فقط امتحانش کردم. عالی 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 عالی. امتحانش کنید. خب عزیزای دلم، امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین و این برنامه رو مثل همیشه حمایت کنید. لطفاً لایک، کامنت، سابسکرایب، شیر لطفاً یادتان نره. شب و روزتان خوش، حال دلتان خوب باشه هر جایی که هستین و تا ولاگ دیگر، روز دیگر، خدا نگهدار.